ببینید همین الان تا وقتی که خیسه قشنگ نقطه بدهی که میتونید ببینید، یعنی که این کاش کاملا اصولی و به اندازه انجام شده. در موادمون رو حتما میذاریم که گرد و خاکش داخل موادمون نره، کیفیت موادمون نیاد پایین. برای سوهان کشی همونطور که گفتم اول سایدوارها به صورت موازی، فرم مربع، سر ناخن 90 درجه اینطوری یا اینطوری، نه صاف. از بالا که نگاه میکنین 90 درجه مستقیم. سر ناخن رو صاف میکنم، حالت یه زوزنقه میخوام به وجود بیارم یا حالا خونه، راحت ترش اینه که بگیم خونه. حالا دو طرف هم دیگه بس. همونطور که گفتم همیشه این حرکت رو به پایین رو انجام میدیم. حجم اضافه رو میگیریم، قسمت وسط ناخن رو اصلا اینجوری نمیکشیم چون اپیکس اون از بین میره. وقتی هم که میخوایم سوهان کشی کنیم با پایینش رو با 4 تا انگشتمون میگیریم، این انگشتمون رو پایه به سمت بالا، از این طرف هم با 2 تا دست میگیریم، این 2 تا پایه اینطوری میکشیم. خب این دیگه میره برای سوهان برقی. دوباره کاشت میندالمون رو میخوایم بزنیم. اول جدا میکنیم از پوست، اضافه هاشو میگیریم. گفتیم 2 تا خونه صاف، بعد 30 درجه. فرمشو از رو به رو نگاه میکنم ببینم صاف هست یا نه. روی ناخن دوباره میره برای دورگیری، برای میندار از نقطه خروج به خطی که تعیین کرده بودیم. اول کناره ها رو تنظیم میکنیم، بعد از رو این دیگه دوباره میره برای دورگیری و سوهان کشی برقی. خب اینم که فرم استیلت یا تیزمون هستش. از دو طرف یه خط 7 مانند. ببینید مرحله سوهان کشی خیلی زمان کمی میبره وقتی مواد گذاریتون خوب باشه. مرفع معروفمون
خب حالا میرم با سوهان دورگیریم. اول قسمت کوتیکولو جدا میکنم. خب دور سوهانم رو برمیگردونم. سینوس این طرف هم تمیز میکنم. پشت دستشونم اضافه و یک چسب شیفو از اینجوری تمیز میکنم. حواستون باشه وقتی دارید زیر ناخن رو تمیز میکنید این هایپوتونیوم یعنی گوشتی که زیر ناخن هست اونو با سرسوهانتون زخم نکنید. بعضی از ناخن‌ها مشخص نیست که هایپوتونیومه، فکر میکنید مواده ولی در واقع هایپوتونیومه که زخم شده.